برادر دشمنی برادر گشت. نامه از نام مادر. من یک مادر پیر و دردمند هستم و علمهای دلم را گفتن میخواهم. پسرانم در روسیه کار کرده هر ماه نفس معاششان را به خانه میفرستادند. زندگی امان به شرافت پول مهاجران همه طرف سیر و پر بود. نزدیک کسی محتاج و زار نمی شدیم. ولی امسال یک باره قرب پول روسی افتید و حال عائله ما بد شده ماند. تمام پولهای فرستاده بچه ها را به سامانی عوض کرده سخت فریب خوردیم. بالای سوخته نمکاب گفتگی بر این هر سه پسرم را از روسیه دیپارتاسیون کردند. فرزندانم به خانه برگشتند. حالا یگانه منبع تأمین زندگیمان همان نفقه ناچیزی است که من کهنسال میگیرم. پسرانم پولی ندارند که تا به کوچه برآیند. زندگی قشاقانه داریم. دردمندم. دیگر تاب و توان نیم سیر و نیم گرسنه گشتن ندارم. کسی میگوید که کمبغلی عیب نیست. دروغ میگوید. کمبغلی نه تنها عیب بلکه بلای جان است. بله محض بلای جان. پول نباشد برادر با برادر دشمن می شود. این را من از روی تجربه می گویم. از روزی که از روسیه با کیسه های خالی برگشتند سه پسرم با همدیگر مثل سگ و پیشک شده مانده‌اند. کارشان مدام جنگ و جنجال است. روزی نیست که با یگان بهانه از گریبان همدیگر نگیرند. جنگ و جنجالشان به جانم زده است. به من مصلحت دهید. چیکار کنم؟ این نامه را مادر با نام خدیجه به ما فرستاده است. دوستان عزیز، از شما خواهش داریم که برای این مادر عزیز مصلحت دهید و پس از شنیدن این نامه خود قضاوت کنید.